با نام خدا و با عرض سلام، وقت بخیر. به تحول امشب خوش آمدید. من وسیم احمد ادیب هستم. 79مین دور مجمع عمومی سازمان ملل قرار است به روز یکشنبه در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شود. هرچند دیدبان حقوق بشر گفته که وضعیت افغانستان در کنار کشورهای دیگر از محورهای بحث این مجمع است، اما این چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که به دلیل عدم مشروعیت جهانی امارت اسلامی بدون حضور نماینده حکومت افغانستان برگزار می شود. دیدبان حقوق بشر همچنان از مجمع عمومی خواسته که رهبران جهان باید خواهان پایان بحران‌های جهانی حقوق بشر شوند. با این حال پرسش این است که سازمان ملل برای تامین عدالت و دفاع از حقوق بشر در سطح جهان چه نقشی ایفا کرده است؟ آیا این سازمان توانسته اعتبار جهانی خود را حفظ کند؟ مخصوصاً پس از فاجعه انسانی در غزه و جنگ اوکراین که هنوز پایان نیافته است. آیا افغانستان راه برای احراز کرسی خود در مجمع سازمان ملل در پیش دارد؟ چالش‌ها و فرصت‌های کنونی کدام هاند؟ در این رابطه بحث خواهیم کرد، اما پیش از آن به گزارشی که همکارانم تهیه کرده‌اند توجه کنید. شهر نیویورک امریکا به روز یکشنبه میزبان 193 تن از سران و رهبران کشورها در 79مین دور مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود. دیدبان حقوق بشر گفته که وضعیت افغانستان در کنار دیگر کشورها در آجنده این مجمع قرار دارد، اما از آدرس حکومت سرپرست افغانستان به دلیل اینکه هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است نمیتواند کس اشتراک کند. دیدبان حقوق بشر از رهبران کشورهای جهان خواسته است که باید در این نشست خواستار اقدامات برای پایان دادن به بحرانهای جهانی حقوق بشر شوند. در بیانیه این نهاد تاکید شده که رهبران جهان در این نشست باید پیشنهادهای ملموس را برای رسیدگی به فقر، بی‌عدالتی اقتصادی، بحران آب و هوا و تهدیداتی که برای بشریت ایجاد می‌کنند تایید کنند. رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید برای پایان دادن به جنایات وحشیانه در بدترین بحران‌های جهان گام‌های متحورانه بردارند و مسئولان آن را پاسخگو بدانند. آگاهان میگویند که سازمان ملل در گرو یکی از قدرت‌های جهانی است و از گذشته تا کنون نقش سازنده در قبال افغانستان نداشته است. در رابطه با افغانستان هم ملل متحد تا کنون از گذشته ها تا کنون کدام کار مثبت را انجام نداده و من بعد هم به منوال الا دیکتی ابرقدرت جهانی کدام کار مثبت را انجام داده نخواهد است و در اینجاست که مردم افغانستان میسازند و میسوزند و جهان در خواب غفلت پیرامون مردم افغانستان قرار دارد. شمار دیگر این آگاهان اما می‌افزایند که بحران افغانستان در گرو عدم تعاملات رسمی و کسب مشروعیت جهانی امارت اسلامی قرار دارد. زمانی که حکومت سرپرست فقیدی افغانستان به کار خود پایان نداده و حکومت مطابق با خواست اراده مردم افغانستان مبتنی بر قرین در افغانستان تشکیل نشده و تعاملات جهان با افغانستان رسمی نشده و کشورهای دنیا حکومت آینده افغانستان را به رسمیت نشناسند، متاسفانه بحران ادامه خواهد داشت و افغانستان هم جایگاهش در سطح بین‌المللی خالی خواهد ماند. در طی 3 سال پسین هرچند مقام‌های دولت سرپرست بارها خواستار سپردن کرسی افغانستان در سازمان ملل به نماینده امارت اسلامی شدند، اما با آنکه ملل متحد این خواست را نپذیرفته، بل نماینده حکومت سرپرست کنونی را به 3 دور اخیر مجمع عمومی سازمان نیز راه نداده است. امارت اسلامی در دور قبلی این مجمع نیز خواستار برداشته شدن تحریم‌های وضع شده بر افغانستان شده بود. بازم خوش آمدید. مهمانان من در این بحث میرویس قیاسی، آگاه روابط بین الملل از دنمارک و آقای خلیل احمد نادم، تحلیلگر سیاسی از لندن روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. آقای قیاسی، از شما آغاز میکنیم. 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سایه نگرانی‌های جدی کشورها در رابطه با نقض حقوق بشر و تهدیدهای امنیتی در سطح جهان برگزار میشه. برآیند این نشست را شما چگونه پیش بینی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما بینندگان گرامی و همکارانتان. این مجمع 79مین مجمع سازمان ملل متحد یک مجمع دوره‌ای است که همه ساله در این وقت برگزار می شود و رؤسای دولت‌ها اینجا می آیند، نظریات خود، پیشنهادات خود
و وضعیت خود کشورهای خود و در این زمان چالش‌هایی که پیش رو دارن در میان میگذارن و اگر شوخی نشه و واقعیت هم است، مرحوم قذافی یک سخن درباره همین مجمع سازمان ملل متحد که مسئله دایر میشه و میگفت که یک هاید پارک است. هاید پارک یک جای است در لندن. در لندن اونجا یک پارک است، یک ساحه معینی داره که در داخل هم خط ساحه معین تو میتونی برای مخالف تمام قوانین دنیا اونجا گپ بزنی، سخنرانی کنی و مخالف قانون خود انگلیسان همه جای دنیا از اون خط بیرون اگر یک قدم گپ زدی واسه را گرفتار میکنن. این مجمع فقط در طول تاریخش اینمی بوده که ابراز نظر، بیان نظریات و پیشنهادات سران کشورهاست. دیگه کدام مجمع تصمیم گیری نیست، هیچ تأثیری در روابط بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی نداره و جایی که در رابطه با قضایای مهم جهان، مشکلات جهان، حل مشکلات که اونجا تصمیم گرفته میشه و اونجا شورای امنیت سازمان ملل متحد است که اگر اشتباه نکنم فعلا 14 عضو داره که 9 عضو دائمی داره و 5 عضو دائمی داره که حق ویتو دارن و 9 عضو علی البدل دارن. بله. جای تصمیم گیری اونجاست که با ویتو یکی از اعضای پنجگانه او هم چی میشه که ما از اصطلاح خودم او را یک نهاد فاشیستی میگم. باز در جنرال بس اگر شما توضیح خواستیم رو بیان میکنیم. این مجمعی که دایر میشه و فقط برای سخنگویی و یا هم هاید پارک گفته قذافی است که اونجا میرن سران کشورها گریه و ناله و شکایت خودم میکنن و بس میاد به خانه خود. بله، در رابطه به حق ویتو هم صحبت خواهیم کرد، اما چه فکر میکنین که این مجمع وقت صلاحیت تصمیم گیری نداره، صلاحیت اجرایی نداره و نقش مؤثر نداره، تمام کشورهایی که در این مجمع عضویت دارن آیا همهشان در موجودیت همچون یک مجمع نمادین مفاد خود را میبینن؟ چگونه که این فعالیت همچنان ادامه داره؟ کشورها خود تا زمانی که جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم جنگ سرد که ختم شد تا جنگ سرد تا ختم جنگ سرد با دو پکت عملا تقسیم شده بودند. یکی پکت وارسا که مربوط به روسیه بود و اتحاد جماهیر شوروی و جمهوریت باقی کشورهای طرفدار از دنیا و یکی پکت ناتو بود که کشورهای امریکا و اروپای غربی و اینها بودند. تا او زمان کشورها منافع خود در این دو تا یکی از این پکت‌ها می‌دیدند. ملل متحد یک چیزی جانبی بود، در اونجا همه تصمیمات از او با ویتو میرفت. اگه اشتباه نکنم در طول تاریخ 200 بار 206 بار تا روسیه او را ویتو کرده، 79 بار امریکا ویتو کرده. ایگه بود. بعد از ختم جنگ سرد یک نظریه بود که یک تحولات و یک توسعه یا یک شکل دموکراتیزه در شورای امنیت آورده شود که تا حال این موفق نبوده. کشورها به نحوی که به کشورهای قدرتمند و بزرگ به 5 کشوری که ارتباط دارن و منافع اقتصادی دارن که اکثرا کشورهای جنوبی زمین است که ما و شما هستیم و کشورهای فقیر است و کشورهای اسلامی هستند، اینا محتاج هستند به یک شکلی وابستگی استخباراتی نظامی به کشورهای قدرتمند بزرگ دارند و در یک حدی را منافع خود در وجود یعنی سازمان میبینن که دیگه از نبود هیچ چیز یک مرجع قانونی اینجا وجود داره، اگر چندی که تصمیماتش هیچ تاثیری را نداره و هیچ نقشی در حل قضایای مهم دنیا در تاریخش نداشته، ولی با آن هم یک منافع اندکی دارند برای شکایت، برای گرد آمدن. یگان بار هم از همین استفاده کردن از مجرای ازی در یگان مسائل قضایی کوچک ارتباطات خود. در غیر از او در مسائل مهم و کلان دنیا هیچ مشکلی را تا حال حل نکرده که فقط اگر اجازه بدین از جمله یک دفعه دیگه در تلویزیون شما گفتیم از تأسیس ملل متحد تا حال در 79 سال 285 جنگ بزرگ در دنیا شده. 285 جنگ خرد بزرگ در دنیا شده و 40 میلیون انسان در این جنگ‌ها کشته شده. در حالی که سازمان ملل موجود داشته. بله، و با این 40 میلیونی که در جنگ‌ها کشته شده، این جدا از 20 میلیونی است که مائو در چین کشته در انقلاب فرهنگی، 20 میلیونی که استالین یا 20 چند میلیونی که استالین در روسیه کشته و در زمان خود مارشال توتو چه آدم کشته، چقدر نفر آمریکایی‌ها در جنگ کره شمالی و کره جنوبی کشتن، چقدر نفر در جنگ پاکستان و بنگلادش که جدای بنگلادش شد همی کسینجر همی 100 ساله مدون سیاستی خارجی امریکا. اینها چیزایی است که در قضایای تاریخ عامه مردم نمیفهمند. ملل متحد هیچ کاری برای از اینا کردن نتونسته. هفتش موردی تونسته موفق بوده.
بازم خوش آمدید. آقای غیاسی، یک بحثی که نیاز داره به فرصت و باید روی ازی تأمل صورت بگیره بحث فلسطین است و نقش سازمان ملل با شورای امنیتی سازمان که در قبال نقض فاحش حقوق بشر در اونجا و جنگ که جریان داره، فاجعه‌ای که جریان داره، در این رابطه باید صحبت شود. چی فکر میکنین که چرا سازمان ملل در قبال امی جنگ و بحرانی که در اونجا جریان داره، با وجودی که بارها نشستن برگزار کردن، اما نتونست مهار بکنه جنگ را و یک آتش بسی را در اونجا باعث شود؟ خب روایت مفکرین مسلمان هم است که ایجاد ملل متحد اصلا تحت سیطره یا سلطه صهیونیستا، بیشتر صهیونیستای مسیحی ایجاد شده. این سازمان از نظر تئوری از اینها که واقعیت هم هست یک سازمان فاشیستی است. فاشیسم بر اساس 3 پایه. یکی پایه مسیحیت است که اولین جلسه یا تشکیل ملل متحد در وستمینستر انگلستان در یک کلیسا تشکیل شده و بعدا باز رفتن و 3 رهبر چرچل و روزولت و استالین باز در کالیفرنیا کدام ایالت آمریکاست باز جایی را رسما تأسیس کردند. با اساس چیزی مسیحیت است. بیشترین کشورهایی که حق ویتو دارن و تاثیر زیاد دارن کشورهای مسیحی هستند. با استثنای چین بگیریم، در چین هم زیاد مسیحی است. دیگر کشورها با شمول روسیه اینا مسیحی هستند. پایه دومی از این با اساس قدرت است که مثل که مهمان گرامی شما برادر نادم گفتن، کشورهایی که قدرتمند هستند و اتم دارند و قدرت اقتصادی و نظامی برتر دنیا هستند و برندگان جنگ بودند. پایه سوم از این با اساس شمال زمین است. فاشیسم در شمال زمین که زمین نیم کره زمین این بالاست که یک بخشی که از چین که در پایان است، دیگه نیم کره زمین بالاست، دیگه جنوبی زمین محروم است. با اساس جغرافیا هم یک فاشیسم 3 پایه است و این اساسی تأسیس شده و این سازمان در تأسیس از این نیروهای فکری صهیونیست ها و چون بعد از جنگ جهانی دوم بود که بعد از کشتاری که هیتلر در رابطه با یهودا کرد 6 میلیون یهودی را بر روایت هولوکاست که اونجا کشتی، سازمان با او اساس تأسیس شده در حمایت از یهود از به هر شکل. پس در اساس اسرائیل مافوق قانون است در مسائل ملل متحد. تا حال 10 فیصله حتی شورای امنیت، همین شورای امنیتی که فیصله از او الزامی است، 10 قطعنامه شورای امنیت اسرائیل تا حال عملی نکرده در طول 75 سال تأسیسش و فراتر از قانون است. همین حال حاضر هم در جنگ رفح شورای امنیت به اتفاق فیصله کرد که اسرائیل در رفح حمله نکنه، که یعنی 3-4 ماه در رفح حمله کرد و تا حال 10,000 نفر کشته رئیس و مجمع عمومی را همین روز چند روز پیش فیصله قطعی کرد که در ظرف 12 ماه از تمام سرزمین‌های اشغالی خاک فلسطین که غیر قانونی در اشغال اسرائیل است و اسرائیل در او شرک بسازه از این خارج شود. این که با هیچ تاثیر نداره. مسئله اسرائیل یک مسئله جداست، یعنی مسئله فوق قانون در نظام بین‌المللی است. اسرائیل یک اما وجه اشتراک کشورها که در قبال این مسئله خاموش هستند و نادیده میگیرن این بحرانی که در اونجا جریان داره، وجه اشتراکشان چی است؟ حالا اینجا جدا از اون مثلثی که شما یاد کردین، کشورهای دیگه که بر قدرت هستند و تقابل به اصطلاح رقابت نظامی، اقتصادی و سیاسی هم دارن با امریکا و اسرائیل و حامیان اسرائیل، چرا اینا با استفاده از فرصتی که این مجمع وجود داره و شورای امنیت وجود داره نمیتونن نقش ایفا بکنن؟ در میان کشورهای بزرگ که وجود حق ویتو هم دارن، اما 5 کشوری که است، یک توضیح ضرورت است که فقط چین و روسیه میتونه که اگر چندی که مخالفی حمله نظامی و این کشتاری نسل کشی و فجایعی که اسرائیل در اونجا مرتکب میشه در طول داره شده، این کشور با آن مخالف هستند که روسیه که چین. ولی یک مشکل اینجا است که روسیه دستش زیر سنگ همین صهیونیستا است. چرا از همین 5-6 میلیون یهودی 8 میلیون یهودی که در اسرائیل مهاجر شدن و اونجا رفتن دولت ساختن، چند میلیون از این یهودای روسی است. اونا در نظام داخلی روسیه، در مجموع نظام بین‌المللی امروز هم در بخش اقتصادی هم در بخش نظام از برخلاف تأثیری که دارند در روسیه زیاد تاثیر دارند. به خاطر روسیه یک موقف کجدار و مریض میکنه، طرفدار فلسطینیا هست ولی یک موقفی نمیگیره که
اسرائیل ملزم بسازه یا مجبور، مثلا نمیتونه کشتی شده اونجا ببره و مثل امریکا واری بگه که ما با حمایت از فلسطینی استاد میشم شما حق بمبار ندارید. کار روسیه نمیکنه چون با سیاست و عقبه تاریخی که بعد از جنگ جهانی دوم داره و 2 میلیون 3 میلیون دقیق نمیفهم باز اشتباه نشه گپ از نگاه چی که روسی یهود روسی در اونجا است، در سیاست روسیه تاثیر دارن. میمونه مسئله چین که همیشه یک سیاست پذیر در سیاست‌های جامعه جهانی داره که سیاستی که هیچ به این گپا و قضیات سر کار نداره، هم غمش و کلان اما چیزش فکرش در مسئله اقتصاد است که یک جنگ اقتصادی را انداخته، در قضایای مهم بین‌المللی مداخله نمیکنه، در مسائل نظامی فقط تجارت و گپا را در فکرش است. یه نال دیگه میمونه سه کشور دیگه، فرانسه و انگلیس و امریکا که هر سه کشور مؤسس اسرائیل هستند. انگلیس مؤسس اسرائیل است، امریکا تمویل کننده اسرائیل است و فرانسه بزرگترین پایگاه‌های چیزی استراتژیکی اسرائیل و صهیونیست‌ها در فرانسه است. به این خاطر متاسفانه که جهان دیگه هیچ کاری کردن نمیتونن از طریق ملل متحد. بله سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. بازم خوش آمدید. قیاسی صاحب، نشست مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت حقوق بشر و مسائل اقتصادی این محورها برگزار میشه. او طرف نشست شورای امنیت سازمان ملل بار بار در رابطه با نقض حقوق بشر که در فلسطین و غزه جریان داره برگزار شده، دایر شده، اما نتیجه نداشته. یکی چی دلایل باعث شده فکر میکنم تا فعلا توضیحات هم داده شد، اما نقش کشورهای اسلامی را شما در این میان چگونه ارزیابی میکنین؟ دیگه متاسفانه کشورهای اسلامی از زمان همین تأسیس همین ملل متحد که است، در اول که یاد کردیم که به 2 پک تقسیم بودن در اثر همون ضعف و شکست تاریخی که در خلافت اسلامی آمد و خلافت عثمانی سقوط کرد و به اثر مداخله انگلیس و خلیفه را خلع کردن و ترکیه را مجزا کردن جهان اسلام و جهان اسلام به سرپناه شد، یک کشورهای اسلامی با اشکال مختلف تقسیم شدن در میان همین 2 بلوک. کشورهای آسیای میانه تا آخری تزار، حتی که هنوز وقت بلشویک‌ها و کمونیست‌ها در روسیه پیروز نشده بودند، کشورهای آسیای میانه تا مرز افغانستان، این کشورها در کام روسیه سقوط کرده بود، به شمول کشورهای قفقاز، چچن و داغستان و آذربایجان و کشورها. این طرف دنیا هم دیگه از نگاه جغرافیایی در کام غرب یا امپریالیسم سقوط کرده بود. افغانستان هم خط حائل در میانی چی بود به نام هم خط حائل را یاد میکردن. این جهان تقسیم شده بود در اول، ولی تأسیس کشورهای اسلامی بسیار تاریخی و بحثی کلان است که در یا چه کنیم. من خلاصه اشاره میکنم کشورهای اسلامی کشورهای خلیج میگین، امارات متحده عربی، کویت، اردن، سعودی، شاهی سعودی، اینها کشورهایی هستند که در اثر بعد از استعمار انگلیس اینا جدا جدا تأسیس شدن به عنوان کشورهای مستقل. در قبل اینا هر یک جزیره کشور نبود، مثلا بحرین، قطر، اینها نمایندگان دقیقاً ندایی گپ کدام شهر میرم نیست. خود نماینده پارلمان انگلیس هم امسال در چی گفت که مثلا ما شاه اردن ملک حسین اوجا آورده بودیم به خاطر از اینکه یک از مرزهای اسرائیل حمایت بکنند. در اینا در اصل همین کشورهای خلیج که در اطراف اسرائیل هستند توسط انگلیس ساخته شدند، با اساس از این ساخته شدند که اینا حمایتگری مرزهای اسرائیل باشند. اصل قضیه داستانش هم است. بعد از این بعضی کشورها بزرگتر که قوت اقتصادی دارند مثل سعودی و اینا، این کشور اما خانواده این ملک سعود هم با اساس از این آورده شده بود که خلافت عثمانی را که اینا تضعیف میکردن، با اساسی که تبلیغ کنه که پانیزم ترکیست و گپا بازی در عباس و گپا خانواده یک اتحادی مذهبی قبیله‌ای که مابین آل سعود و امام محمد بن عبدالوهاب که شد و این کشور تأسیس شد. کشورها در اصل تأسیس کننده و بانی و بنیانگذارش انگلیس هستند و امروز هم اینها در اساس از سیاست‌های از اونها خارج کاری کردن نمیتونن. میمونه مسئله عراق. مسئله عراق هم در اثر یک کودتایی که به اثر همکاری کمونیست‌ها یا روس‌ها در اون زمان به ضد شاه عراق شد و صدام اینا بعثی‌ها که بعثی یک حزب چپی در شرق اوسط است توسط مشعل افلاق تأسیس شده. بعضی کشورها مثل جمال ناصر، مثل صدام، مثل قذافی اینا بعثی بودند.
اینا هم کودتاهایی بود که در اثر مداخله یا طرفداری روسیه شکل گرفته بود. با اساس از این کشورهای خب بعد کشورها مثل افغانستان اینجا قدرت نداشتن. پاکستان هم از روز اول تاسیسش جدایش با اثر انگلیس و چیز است. مجموعاً کشورها تقسیم است و هنوز هم متاسفانه سیاست. بله صدای ما را دارین آقای قیاسی؟ فرمایی وزیر دستی صدای شما را ما دارم. یک پرازی با آمد ان شاء الله که جور باشه. صحیح است؟ بله بفرمایید. پس این کشورها از اول تقسیم شده هستند و همون شکل تقسیمات از اینا به نحوی فعلا باقی مانده. بله سپاسگزارم. با سپاس به شما برنامه پس از وقفه کوتاه. بازم خوش آمدید آقای قیاسی. میخوایم بحث را جمع بکنیم با توجه به اینکه ماهیت خود مجمع عمومی سازمان ملل زیر سوال است، ماهیت عملکرد شورای امنیت سازمان ملل زیر سوال است، ماهیت عملکرد کشورهای اسلامی و کنفرانس اسلامی و سازمان همکاری اسلامی هم زیر سوال است. در این نشستی که قرار است یک شنبه دایر شود در مجمع عمومی سازمان ملل، تلاش صورت میگیرد تا اینکه حق ویتو محدود شود و تغییر در این میان با وجود بیاید تا اینکه این مجمع بتواند در آینده موفق شود که جلو نقض حقوق بشر و ظلمی که جریان می داشته باشه و تحولات دنیا در قبال از اون نقش مؤثر ایفا بکنه. فکر میکنین موفق به این خواهد شدن که این حق را محدود بسازن یا از بین ببرن؟ اگر اجازه باشه ما به این سوال میایم، فقط یک توضیح در همین باره سازمان کشورهای کنفرانس کشورهای اسلامی یک توضیح کوتاه میتم که مفید است برای بینندگان. این نهادهایی که به عنوان کنفرانس کشورهای اسلامی و ایسی اینا جور شده و یا مثلا اتحاد کشورهای عرب، باز اتحاد کشورهای خلیج، یک اتحاد به نام اتحاد افریقا که اول قذافی را میخواست مستقل بکنه، اینها که جور شده اکثری از اینها خواب از افریقا در فرق میکنه. اینها اصلا ساخته دست خود از اینا نیست. اینها هم ساخته شده با اساس از این ساخته شده که یک مسئولیت ذهنی برای جوامع ما باشه، یک نمایشنامه برای مجموعه امت اسلامی باشه که این از شما از خود کنفرانس دارین، مستقل هستین گویا و این کارهای خود سر انجام بدین و اگام کار هم که ملل متحد کارا را کنه نمیتونه مسئولیت میگه منتظر بگرده که کشورهای اسلامی چرا هیچ کاری نمیکنه. بله. در حال کشورهای اسلامی و همین سازمان ها یک گلاس آب بدون اجازه امریکا، استخبارات اسرائیل و انگلیس و امریکا میرا خوردن نمیتونه. یک مثالش وقتی که همین حکومت ها حتی که عمرشان دوام میکنه 30 سال 20 سال 30 سال یک حاکم دیکتاتور میارن، مثلا بعد از جمال ناصر سادات آوردن، بعد از سادات حسنی مبارک آوردن، 30 سال حسنی مبارک حکومت کرد، تقریبا 20 چند سال صدام حکومت کرد، قذافی حکومت کرد، اینا حرف شنوی از اینا بودن. با مجردی که 10% 20% اینا سرکشی را شروع کردن، انتقاد وزیر دیگر شروع کردن در مجمع ملل متحد، منشور ملل متحد قذافی پاره کرد، اما که کارا را اینا کردن در ظرف یک ماه اینا را از سنه دور کردن و برنامه نوشتن به نام بهار عربی کارساز کردن. حالی سازمان ها هم که جور شده به خاطر همین جور شده که یک مسئولیت ذهنی برای مردم ساده و عوام و مردمی که نمیفهمند به خاطر عزیز. این به سوال شما جواب میدم که مجموعه کار کردن نمیتونه به خاطر اینکه تاریخ ملل متحد سری گپ تا بس کردن. در سال اگه اشتباه نکنم 1975 مثلا باز شد، بعد از اون در سال 1986 یا این وقتا که همین مجموعه 5 عضوی دائمی داشت، باز یک 3 عضوی اضافه کردن، 4 عضوی اضافه کردن، 9 عضو شد، با یک مرحله دیگه 9 عضوی علل بدل اضافه کردن که حالا 14 عضو داره. فقط همین قسم یک فریب دادن تاریخ و مردم است. هیچ وقت تا وقتی که روسیه به قدرت خود است به بله 5 کشور به شکل دائمی حق ویتو خواهند داشت. پس از این هم به باور شما اصلا هیچ تغییری در این نمیاد. فقط یک پیشنهاد است که کشورهای اقتصادی مثل برزیل، مثل هندوستان، اونم کشورهای در جمله کشورهای اسلامی شامل نیست، یک 3-4 کشوری است که اینا تلاش میکنن که یکی از اینا حق ویتو برای اینا داده شود که 15-20 سال میشه که تلاش ادامه داره و این کار شدنی نیست، خصوصا در شرایطی فعلی خواستن شدنی نیست. بله سپاسگزارم. یک موضوع دیگه که باقی نمانه، پس با این تعریفی که ارائه شد، افغانستان فکر میکنین تلاش برای به دست آوردن کرسی خود در این مجمع بکنه یا نکنه؟ افغانستان تلاش از روز اولی که امارت اسلامی تلاش میکنه ولی تلاش ها ناموفق است، بخصوص در
روشنایی همین روی کردی از اینا فرمانهایی که ما را صادر میکنه مخالفت بله با توجه به آنچه شما گفتین که خب این سازمان موثریت نداره صلاحیت و اختیار هم نداره پس چی فرق میکنه که افغانستان در اونجا کرسی خود را داشته باشه یا نداشته باشه؟ نه افغانستان بس ضرورت‌های دیگه داره که مثل که میهمان شما ندید در اول گفت افغانستان به خاطر کمک‌های ملل متحد ضرورت به کرسی داره به خاطر به رسمیت شناختن ویزاش به خاطر چاپی پول به خاطر پاسپورت امو کارهای روتینی ملل متحد که مربوط به جنگ صلح نمیشه کارهای اداری و روتینی به این گپا این چوکی بسیار برای مهم است. ولی یک نکته را اشاره کنم اجازه بدید که بسیار مهم است اگر ندیم شما مرا ببخشید که این گپ مهم نه شورای ملل متحد مجمع عمومی یک فیصله را روز پنجشنبه اتحادیه اروپا پارلمان اروپا این فیصله را کرد با رأی 565 عضو موافق 8 رأی مخالف و 40 رأی ممتنع فیصله کرد که آپارتاید جنسی و جنایات علیه بشریت به رسمیت شناخته شود در اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که اگر اتحادیه اروپا این کار مجبور است که به رسمیت بشناسه و با محکمه ICC اگر راجع بکنه کیفری بازی که برای طالبان خطرناک است یک قلف دیگه به حساب رسمیت طالبان زده میشه و مجموعه دیگه تصمیم گرفتن نمیتونه و حتی اونا تهدید هم کردن کشورهایی که با طالبان نرمش دارن و روابط ایجاد کردن اونا را محکوم کرد اتحادیه اروپا. بله سپاسگزارم.